روز قیامت نزدیک است و روزی است که همه ما از قبر برمیخیزیم و برای بعضی ها براق ها آورده میشه. یا الله کاش ما باشیم براق ها. و برای بعضی ها زنجیرهای آتشین آورده میشه و زنجیر به گردنش انداخته میشه و ایره کش کرده میشه و پوز به جهنم انداخته میشه. چه ضمانتی وجود داره که تو نباشی و من نباشم؟ الا این که با آواز بلند بگوین لا اله الا الله، کلمه ای که تو را در محشر نجات میده. این کلمه است که تو را در محشر نجات میده. این کلمه است که از دست تو میگیره و تو را به براق میشانه. این کلمه است که دست تو را میگیره و به دست محمد رسول الله میده. قیامت بالای مسلمان ها تطبیق نمیشه. یعنی معنای گپ مایی که در روزی که قیامت قائم میشه اون روز همه مسلمان ها از دنیا رفتن. رسول الله علیه السلام میفرماید که روزی که قیامت میشه یک تا کلمه گوی نیست. فاسق چی میکنین؟ مسلمان فاسق نیست. ای تو مسلمان فاسقی که یک دفعه بگوی الله همون نیست. اگر یک کسی در سطح زمین پیدا شود هرچی گناه هم کرده باشه و یک نفر مانده باشه بگوی الله، خداوند میگه صبر قیامت برپا نمیشه. بگوین الله اکبر. کمی قدری خود را هم بگوییم و بدانیم. قیامت چه روزی است؟ اذا السماء انفطرت، وقتی که آسمان شق میشه، توته میشه. اذا الشمس پهلوی این سوره کورت، وقتی که آفتاب تغییر میافته یا سیاه میشه. و آیاتهای بعدیش قیامت بحرها انفجار میکنه. اون روز آمدنی است و زود آمدنی است. پس میپرسیم از گناهگاران که ای گناهگاران چی دارین در روز محشر؟ و شما را فکر کردیم گناهگاران هستیم. آیا شما گناهگاران هستیم؟ چند نفرتان؟ همگی وکلان این گناهگاران حیات الدین. یا الله ما را ببخش. ریش رسول الله را قیامت سفید کرد. کسی پرسان که ریشتان سفید شده؟ گفت شیبتنی سورة هود. سورة هود از عذاب خدا گپ میزنه. ریش ما سفید کرد. اذا السماء انشقت، آسمان شق شده در روز محشر. و اذا الكواكب انتثرت، روز محشر روزی که ستاره ها می افته. یک معناش ستاره ها می افته، دیگه معناش هیچ ستاره درخشانی از مسلمان ها در روی زمین روز قیامت نمی بینید. روز محشر یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. روز محشر روز است که ما جمع میکنیم آسمان را لوله میکنیم. بعد صدا میزند و تو هستی و ما هستم. در اون روزی که تو از پدرت فرار میکنی. یوم یفر المرء من اخیه. لالا جان بیادرت هستم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و مادر صدا میزنه که بچه شیرت دادم، کلانت کردم، یک تو تگک ثوابت بده. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. بچه کفکای دستم کفید، نان برات می‌آوردم، مکتبت روان کرد، خدمتت کرد. پدر هیچ چیز نداره. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته، معشوقت، نامزادت، زنت. صدا میزنه که من ناموست هست، فرار میگه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه.
بچه هایی که چقدر جگرگوشیت است، پدر گفتم میدور دنیا قریب است توتی جگر تکنده کده برش بده، ولی اونجا قیامت است. در این وارختایی است که خداوند صدا میزنه لمن الملک اليوم، وکیلا، وزیرا، قدرتمندا، علما، پیغمبرها، پادشاها، ابرقدرتها، هیچ کسی صدا نمیزنه. لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز از کیست؟ همه سر به سجده ماندن. اللهم نفسی نفسی. شاید در پالود ببینی که حضرت موسی گریه داره، سر به خاک است. شاید ابراهیم اگر نصیب شو ببینی که بابای پیغمبر ما گریه داره که او خدایا آتشت خطرناک است، تو چی کاره باشی؟ شاید حضرت یوسفی که هرچی زلیخا خواست او را به دوزخ ببره، ولی یوسف دوزخ نرفت. میفهمین دوزخ زنا بود اما نرفت، ولی تو بعض جوانان خو رفتی، او نرفته سر به سجده میمونه که او خدایا یوسف دوزخ نبرد. یعقوب ببینی او الله دوزخ نبرد. شاید اگر صدایی بیایه از محمد رسول الله و تو را او صدا به خودش نزدیک میکنه، میدانی او صدا چیست؟ او صدا نامی تو هست. اللهم امتی امتی. راست و چپ محشر بپا چی کردی به رسول الله؟ چی کردی؟ در روز محشر صدا می آید هر گوشه ای اللهم امتی امتی. مردم می دوه، ای تو خود می دوی، یهودی می دوه، مسیحی می دوه. البته اون یهودی هایی که اون مسیحی هایی که موحد رفتن و مثل امروزی ها مشرک و کافر نشدن و نیستن، چون اونا میدانند که موسی ایشان را روز محشر اذن شفاعت در اول نیست. رسول الله علیه السلام وقتی همه مردم میرن و خداوند صدا میزنه که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. او جوان غیر سفید، اونم واحد ما کم بگیم، اونم واحده که نجاتت میته. و یک بار به آواز بلند بگو الله اکبر. اونم واحد صدایش میگه که لله الواحد القهار. امروز از خدای از پادشاهی روز قیامت است که او بسیار قهر داره. کوئی با قربان قهری باشه، او بسیار غضب است. درمی ورختایی و تپیدن و دویدن و خون گریه کردن است. حدیث صحیح بخاری است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند از زیر عرش صدا می آید که ای بنده های ما از جاهایتان برخیزین، امروز در حق مسلمان هایی که ایمان برده رحمت ما بر غضبم در حق اونا سبقت کرده. لا خوف علیکم، لا خوف علیکم. ایده کی میگه؟ اگر رسول الله هم بگوی خوش میشی، اگر یک فرشته را بگوی خوش میشی، اگر موسی و عیسی بگوی خوش میشی، اگر زمین و زمان صدا کنه خوش میشی، ولی نه خود الله بگوین الله اکبر. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم. امروز خوف در بین قلب شما نیست، امروز شما جگرخون نمیشین. پر سرات همین دنیا هست. اینمی لحظه پای تا کج ماندی دوزخ است، راست ماندی جنت است. لالا جان عزیز، اگر چشمت چپ دیدی دوزخ است، نگویی که خبر نکرد، راست دیدی جنت است. اگر با گوشای خوش شنیدی صدای نامحرمه، به نظر خراب دوزخ است. اگر نشنیدی جنت است. زبانت قرآن خواندی ذکر کردی جنت است. و اگر دشنام دادی فحش گفتی، پیغمبر علیه السلام گفته کسی فحش میگه روی جنت نمیبینه، حرام است. یک طرف کسایی که عاق پدر و مادر از میدان قیامت میمانند، حتی رسول الله شفاعت کرده نمیتونه، صلی الله، حق بنده را نمیتونه پیغمبر علیه السلام